صادقانه باید بگویم که کابل دوست دارم. کابل جایی است که واقعا کتابخانه برم ساخت، برای تعلیم برم زمینه مهیا ساخت و بستر خوب برای پژوهش در راستای شناخت هنری راستین برم شد. معذرت میخوایم، هنر راستین گفتم، ای کاش می داشتم. اگر می داشتم آل از من استفاده می شد. ولی بازم باید بگویم که کابل با تمام پهلوهایی که نزدیک است به تمدن بستری خوب برای پرورش افکاریم بوده و هست. ولی ایران فراموش کرده نمیتونم که جایی که باید دوستای باسوادم در پهلوی می بودن و مرا آموزش می دادن در دست یک عده کثیرش باز امو فلزی که ضد انسانیت است، اونا جای و پهلوهای مرا گرفتن. نه تنهایی که هنر نازنین مرا که او بازیگری است، فیلم است و تئاتر است و سینماست، بلکه امی کابل در بطن خود امی مردمان پرورش دادن تا مرا از کشورم فرار بدن. ولی با وجود تمام بدبختی هایی که در مهاجرت و یا در تبعید گویا ما تحمل کردم، تمام رنج ها و شکنجه هایش، باز هم دلم پشت کابل میتبید. پس که همی کابلی ها بودن که برم کف میزدن، همی کابلی ها بودن که به اهمیت کارم میفهمیدن، همی کابل و کابلی ها بودن که برای ما زبان وری را یاد دادن که بسیار بدخوا گپ نمیزنم. بله، همی کابل بود که زمینه را برای مساعد ساخت که ما به کشورهای همسایه، به اروپا و کشورهایی برم که اصلا به تصورش نمیکردم که یک روز مقصودی کوچک اقدر قادر میشه که در لندن در تئاتر گلوب جایی که ویلیام شکسپیر پا مانده، مقصودی هم پا میمانه و در یک فستیوال عظیمه که به نام ویلیام شکسپیر یاد میشد، در این مقصودی نمایندگی از افغانستان میکنه. واقعا رنج آور است که از هنر مرا گرفتن. ولی باز هم دوباره وقتی زمینه برای مساعد شد که دوباره کابل بهم، از کابل اصلا جای دیگی رفته نمیتونم. حتی اروپا، حتی لندن، حتی جرمنی، حتی ترکیه و هندوستان و تاجیکستان، با وجودی که اونا از کابل که در قشنگتر نگاه کردن کابل خدا. ولی یقین دارم اگر کمی هم شعور مردم ما واقعا سوق داده شود که کابل واقعا یک مرکز است که قشنگ است، دی مهر است، دی محبت است، دی کلتوری واقعا بجای است که می بالیم سرش. من ادعا نمی کنم، واقعا و من لندن بودم مثل مردم کابل مردم که من برخورد نمی کردم. در جرمنی که بودم، در ترکیه که بودم، در هندوستان و کشورهای همسایه که بودم، برای که ارزش های شامل حال کلتوری کشورم است که واقعا من فراموش کرده نمیتونم. بناهن بیاین با وجود تمام دردهایی که کابل دوباره برم داده، از کابل جای دیگه رفته نمیتونم. هرگاهی که به سفر میرم، یا به یک فستیوال، یا به یک کار هنری، یا به یک ورکشاپ، کابل و کلتورش ده حد من میپسندم و دلم به طرفش میتفه، مثل که طرف مادرم دلم جهو میزنه که برم در آغوشش. بازم میگم که آمار و ارقام نشان میده که ممکن است یا بیل امرای می بود و یا شرایط بعدی که آمد یا کلشنکوف امرای می بود و شاید کسی می بودم که واقعا با عنوان یک جنایتکار پذیرفته می شدم. واقعا سخت است گپاره که برات میگم نازنینم، ولی هیچ راه دیگه یا هیچ بدیل دیگه نبود که ما در ولایت می بودم و صمیمانه اینی کارایی را که آله می کنم. مثلا بعد پانتون در برابر 41 نفر استاده میشم، لکچر میدم، این جوانا به من گوش میدن. واقعا اتهام نمیبندم نازنینم، اگر من در ولایت خود می بودم
میتونستم. هرگز. ما مشکل اقتصادی زیاد نداریم، ما مشکل کلتوری داریم و تخم این مشکل کلتوری را کسایی کاشتن که این به سرعت در حال رشد و تکثیر شدن است، که من مردم زیاد ملامت نمی سازم. وایی که نمیتونن کوچه خدا، خانه خدا، ماحول خدا و شهر خدا پاک نگاه بکنن، واقعا یک نیروی منفی که هر لحظه جراثیم پخش میکنه و ذهن زیر تاریک میسازه و می کلمه که بمچه یا از مخم نیست یا چی کنمش یا پیسه میتونم بیای شروالی پاک کنه، اینمی کلمات آلوده شده با جراثیم افکار منفی. ما مردم مخصوصا بزرگا، ما از طفلا انتظار ندارم، حتی از نوجوانا انتظار ندارم. ما وقتی گاهی در جمعه یک روز طرف پایین از بلاک پایین میشم و پاککاری میکنم، گاهی خانمم برام میگه که تو مزدورشان هستی؟ میگم نه مزدورشان نیستم، من میخوام میگم اشتکا کنم. ولی اشتکای شعور نداره. جوانا میشه و شعور شاید کمتر داشته باشه، ولی کار بزرگاست که پایان شوند با اینمی پایین شدنشان دیگرها را آموزش میتن، تشویقشان میکنه و میاین دست جمعی بلاک پاک میکنن. این بیان نمیشه که طعنه بتیم یا مردم به نفهمی متهم بسازیم. به پیشگام شویم. باید مثل یک دهقان مزرعه خود سبز بسازیم و این سبز شدن آسان نیست. این شعور میخواه. 17-18 سال پیش افغانستان مخصوصا کابل نازنین قلخ بود. هیچ چیز با عنوان وسیله رفاه و آسایش نبود. آب، اکسیژن لازم، خانه، غذا، مکتب، پانتون، تلویزیون ها. ولی امروز صبح که میبینیم نه تنهایی که آباد شده بلکه حتی بهترم شده. ولی فراموش نکنین که این کار نه با پول امریکایی میشه، نه با دم میشه، نه با دعا میشه، نه با جادو میشه. فقط شعوری که چگونه برای خود رفاه و آسایش جور بکنه.